این جوانان رایگان رانندگی می آموزند. مدت 3 ماه باید هم مهارت رانندگی و هم تعمیر ماشین بارکش را از خود کنند. بسیارتر علامت‌های راه را می‌آموزیم که در وقتی که ماشین را می‌رانیم خطا نکنیم. آمادگی حربی می‌آموزید؟ ولی آمادگی حربی البته می‌آموزیم. آمادگی حربی به آن خاطر است که جوانان حتما باید به خدمت حربی روند. مقامات وعده دادند که با شهادتنامه رانندگی در خدمت یا راننده و یا تعمیرگر نقلیات می‌شوند. در تاجیکستان که بیشتر جوانان از خدمت حربی سرپیچی می‌کنند، مقامات ولایت ختلان از این شیوه جلب جوانان کار گرفتند. دعوت بهاری سال 2020 ما به نقشه گرفتگی 50 نفر به واسطه 2 صف یعنی تیار کردن رانندگان از این 20 نفرش از جانب وزارت مدافعه پرداخت کرده می شود. 30 نفر دیگر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ما پرداخت کرده. همه ساله با شروع موسم دعوت حربی حالتهای جلب مجبوری جوانان به ارتش زیاد مشاهده می شود. جوانان حالتهای بدرفتاری و مرگ سربازان در قسمهای حربی را بهانه برای نرفتن خود می دانند. مقامات دایم از بهتر شدن وضع خدمت سربازان می گویند. تحلیلگران از شیوه نوی جلب جوانان به ارتش استقبال می کنند، ولی پیشنهاد دارند که شرایط تکنیکی چنین مرکزهای آموزشی به طلبات موافق شود. هم با خدمت جلب می شوند، باز حجت رانندگی می گیرند که در آینده پس از خدمت هم می تواند که این کمک کند در زندگیشون. در تاجیکستان در یک سال 2 دفعه جوانان به صف ارتش دعوت می شوند.